دوستانی عزیز سلام علیکم. عید سعید فطر در شهر نیویورک با برگزاری نماز عید آغاز شد. مسلمانان در این منطقه در میدانها، در مسجدها و یا اینکه مرکزهای دینی نماز عید را ادا کردند. روز عید مسجدها خیلی پرآدم می شوند چون که در نیویورک تعداد اعظمی مسلمانان زندگی می کنند که اینها نمایندگان آسیای میانه، کشورهای عربی، پاکستان و بنگلادش هستند. أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دوستان عزیز، امروز نماز عید برگزار شد. از بس که ما در محله زندگی میکنیم که آنجا پاکستانی های و بنگلادشی ها و مردم آسیای میانه هست، برای همین اکثریت آدمان همون منطقه ها هستند. نماز ساعت 7:30 آغاز شد و البته این قسمتی پهن شده مردم است چون که ما در آشیانه سیوم بودیم و البته آدم ها برآمده رفتند. بعد از ادای نماز عید بخصوص تاجیکان به عیدگردک شروع کردند. آنها به خانه های همدیگر رفتند و به همدیگر عید را شاد باش گفتند. میخواستیم اینجا با بینندگان عزیز خویش، با نفرانی که از تاجیکستان محبوب ما را از خارج آمریکا تماشا می‌نمایند، تمنیات عیدانه خود را بیان سازیم. عید مبارک باشد. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک به همه دوستان، هموطنان عزیز ما که در امریکا و در تمام گوشه و کنار دنیا زندگی میکنند. بگذار این عید عیدی با فیض، با برکت باشد و خداوند همه ما را در پناه اسمت خود نگه دارد. پیروز جان، برای شما رحمت، برای تکلیف و مهمانان عزیز که ما را تماشا میکنند عید مبارک میگویم. همیشه صحت و سلامتی در خانواده همه یک و یک شما، فیض و برکات و انشاءالله سال آینده در انانخیل میزی خوشرو باز هم جمع شویم و برای آنهایی که در شهرهای مسافری هستند، برای شما هم همیشه صحت و سلامتی، همون چیزی که نیت کرده همین دولت همین مسافر بمانگی باشیم، همه آرزو هواس نیتان به خدا رساند. مهم هیچ کس ناامید نشود. مهم هیچ کس ناامید نشود. بله. عید مبارک باشد. عید مبارک. ما شرقلا تخت دا پدرکا انا خیلی نه ترس نمیزم خروس پاکی با گریه نکنی با گوش کس بیا خیلیه بتیشم اکای زفر بیو اکای زفر من خودم میزنم اینجا آدم میزنم دیگه دست منو چی میقفی و چلیک تا چی آمد چلیک تا نمیزنم من دست یعنی چلیک تا یعنی من کوخی بیا کام من میزنم بریدم تا خواب زیرتی گاو نزن تو مبارک باشد. شما ده با گذشت وقت جمعیت تاجیکان رشد می کند. یکی از اعضایان فعال جمعیت تاجیکان، امیدجان احمدزاده، امسال صاحب خانه نو شد و ما بعد دیداربینی او به خانه نو رفتیم تا اینکه هم عید را و هم خانه نو را برایش مبارک گوییم. برادر عزیز، بسیار خوش آمدید. ما از قدم رنجه کردن شما به خانه ما بسیار شادیم، برای که شما نخستین مهمونای خانه این. قدمتان نیک باشد، رحمت برای آمدگیتان. عید همتان مبارک شود. خداوند کریم با توی دیدگر هممون صحت سلامت برساند. رحمت خانه‌تان پرفیض شود و خانه نو خانه فقط خوشبختی و روزهای نیک باشد. آمین. قبول باشید.
ای با دشمنی من چو دوست بسیار نشست یه با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت یه بیگریز از آن مگس که با مار نشست ای دوست در این جهان ما یک نفسیم یک گه آتش گه گله گه خار و خسیم هرچند وفا ندارد این داری فنا یه باید به قدری هم دیگر به ما برسیم عید مبارک عید مبارک وای دادی وای دادی تیجش جمعیت تاجیکان امریکا روز از روز زیاد می شوند خدا را شکر و آنها در همین شکل ایدگردک می کنند و به تبریک همدیگر می روند. این آش بینید آشی پلو ایدی مرامه در بین خودت نه این بین خودت نه کنیم هر یک سهم گذارد تو زبون میبرد بین خودت نه یا خوشت میرفتی بیا آش در طبق چوبی در خانه تاجیک باید طبق چوبی باشد حتما بیا کدوم ایران مثلا در نوروز در خونهشون حتما ماهی میمونن ما هم همجوری از عنعنه همون باباهامون ریشه های ما هم ایرانی هستیم همون پیروی کرده ما در خونه در نوروز در بهار ماهی موندیم که البته میدونن مردم که رمز پاکی است آزادگی است رمز سیری و پوری است برای میخاطر در هر یک خانه آدم باید یک جانور زنده باشد این ماهیچه‌تان چند تا است؟ یک تا است ولی در آینده با امکان شرایط اقتصادی خوبتر شد با دوست دیگه میبریم اینجا که خوراکه بسیار قیمت است اگر چیز قیمت است ما یک تا فقط جمعون یک تا ما بودو بیریان کده نخورند اگه بودکوی ما بواری ممکن یک روز میبینیم که نیست فلينظر الإنسان مما خلق خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بگذار تا بگریم بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که از سنگ و ناله خیزم روز وداع یاران بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که از سنگ و ناله خیزم روز وداع یاران با ساربان بگویم احوال آب چشمم تا بر شتر نبندم محمل بر روز باران با ساربان بگویم احوال آب چشمم تا بر شتر نبندم محمل بر روز باران از دستت فیغان دارم از دستت فیغان دارم قلبی خون چکان دارم قلبی خون چکان دارم از دستت
فیغان فیغان دارم از دستت فیغان فیغان دارم قلبی خون چکان چکان دارم قلبی خون چکان چکان دارم ای پری رو تو بشنو فیغانم من چی پیرم ز عشق جوانم های من چی پیرم ز عشق جوانم سفیر عشق تو ای دلبر سفیر عشق تو ای دلبر من به دل نهان نهان دارم من به دل نهان نهان دارم از دستت فیغان فیغان دارم از دستت فیغان فیغان دارم قلبی خون چکان چکان دارم قلبی خون چکان چکان دارم ای پری رو تو بشنو فیغانم من چی پیرم ز عشق جوانم های من چی پیرم ز عشق جوانم سفیر عشق تو ای دلبر سفیر عشق تو ای دلبر من به دل نهان نهان دارم من به دل نهان نهان دارم از دستت فیغان فیغان دارم از دستت فیغان فیغان دارم قلبی خون چکان چکان دارم قلبی خون چکان چکان دارم با دوری حاضی تو بینم جفای و عذابم را شنیدم من از اینجا صدای وفایت رو با دوری حاضی تو بینم جفای و عذابم را شنیدم من از اینجا صدای وفایت رو فراموشم نمیگردد مرا شادی لبانی تو اگرچه بشکند دشمن بسی روی دهانم رو فراموشم نمیگردد مرا شادی لبانی تو فراموشم نمیگردد مرا شادی لبانی تو روان شدن چار جوان هر چار گرفت در کمان آنها شدن پر ارمان یا مولا یا مولا یا مولا لای لای لا 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 لای لا لای لا لا لای لا لا لای لا لای لا 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 لای لا لای لا لا لای لا لا لای لا اکوی صالح جان خبرنگاری تاجیک هستند که در سمرقند زندگی میکردند حالا مقیم نیویورک هستند و فکرم باری اول با ایلگردکی تاجیکانی تاجیکستان همراه شده درست؟ خب اکوی صالح جان من به شما میخواستم امینه بگم که در میانی تاجیکان تاجیکستان یک رسم است که حتما در روزی این بعضی غذاهای مخصوص آماده میکنند یکی از اینا حلوا است یعنی این حلوای تر است این خصوصیت این حلوا این است که در تمام منطقه های تاجیکستان همین حلوا آماده میکنند ببینید دوستان عزیز بله مخصوص روز عید و ببینید بعد با زنها اینا با قاشق آرایش میدهند و در قسمت سوق هم اینا آماده میکنند قسمت ختلان بدخشان و خیلی یک رمزی گویم که عید است و خیلی بامزه است و باز ما حلوای سفید داریم ببینید دوستان عزیز حلوای سفید یا اینکه حلوای سفیدک میگن درست حلوای سفیدک میگن این از روغن مسکه و ارد و شکر ارد کرده شده آماده میشود خیلی جرایر آماده کنیش دشوار است و این حلوا رو باشد مخصوصا در قسمت جنوب آماده میکنند یعنی قسمت ختلان درواز ونج بدخشان و بعضا این رو در فصل زمستان هم آماده میکنند چون که مزاجش خیلی گرم است برای من اگر خواهید چشم و بعد گوید که کدامش خوب است که هر دوش با مزه است شرایط خانه به تیار کنید بله این شرایط خانه با هنرمند شدن در کار نمیبره نه این زنهای این زحمت زیاد طلب آماده میکند زحمت زیاد طلب میکند بانویت میتونه دیره کرده که کدبانوی خوب است خوراکای ملی را خوب پخته میتوند و همین حولای سفیدک
یکی از خوراک‌های حتمی است که وقتی که عروس خانه داماد میبرند در منطقه کلوب همون طرفا وقتی که عروس خانه داماد میبرند حتما همون خیش تبار عروس همون خیلی حولو قدشون گرفته میروند. اکنون من وایش نمیدونم که چی خصوصیت دارد لیکن خوراک بسیار مهمی در همون عروسی است. انا بعد زنهای حلواپز بود از زمان پیش، یعنی نه همه حلوای خوب پخته میتوانست. انا توسط این عید ما فهمیدیم که در نیویورک جمعیت تاجیکان حلواپز ماهر داشته است. اینم چشم. انا این معلومات بسیار مهم، خیلی بامزه، چون که حلوای نه همه آماده کرده میتواند و چنین خوش لذت میشه. لیکن واقعا فیروز همه خوراکای صرف تاجیکی هستند، کوهستانی هستند. تاجیکان مثال خوراکای کوهستانی با فرق میکنن. همون خوراکایی که صرف کوهستانی هستند در خانه اکه خدایداد دویم هستند. خروتوبی همون کوهستانی، انا دالدا میگن. یک دفعه شیره خوردیم، شیره با دالدا همون خوراکایی که در کوهستان میشود و بسیار با یک مهر و محبت صمیمی تیار میشه در همین خانه هست. در همین خانه دویم هست. آفرین، اکه خدایداد خودش آماده کرده. آفرین. خشم میکنم. سیر و اسرارش رو فهمیدین. چیلیاکم هنر. امید شما گفتید که در منطقه شما در تاجیکستان وقتی که عروس رو به خانه شوهرش گسیل میکند، خانواده عروس حلوای تر میکند. بله. باز در کدام موردها حلوا تهیه میشود؟ در این خوراک حتمی روز عید است. خوراک حتمی روز عید است و در جشن نوروز هم آماده میکنند. عموما خوراکی است که رمز جشن است. یگان جشن باشد. و یک چیزی دیگه همین ما در طرفی همون صبح در طرفای صبح ما حلوای تر میگوییم. وقتی که در خانواده در عائله یکم بودک به دنیا میبینیم که حتما همین میگوییم. رمز همون عید دارد. رمز شادی. اما یک چیز دیگر هست که در قسمت دوشنبه در برابر در روزهای شادی تهیه کردن حلوا، همچنین اگر یگان شخص گذرد، یعنی از دنیا گذرد، در روز 20 چکن میکنند و همین گونه حلوا تیار میکنند در قسمت دوشنبه. و میگفتند که روحی همون، یعنی از بس که این حلوا هنگام تهیه کردنش بوی روحان یعنی بیریان شدن عرف میبراید، همین بوی گویا روح و ارواح رو خرسند میکند. یعنی همه یک خصوصیت خوب و رمزی است و غذای بامزه است. این بسیار خوب است که مثلا با امریکا هم آمده اما انانای ترکیه گم نمیکنن. خونگی ما حالا که امریکایش رفتن ما آب با ویلکا میخوریم. ما بسیار آدمی حلوای تر ما بهم حالا شما گویید که چه خیلی استفاده میبرید حلوای تر با کدام مقصد؟ گفتی شما همون وقتی که در یک خانگان خورسندی میکنن البته حلوای تر میکنن، لیکن حتما اینم روزهای عید با عرفه عید با میپسند و همسایه‌ها تقسیم میکنن یا برای دسترخوان میمونن؟ برای دسترخوان میمونن. البته وقتی که من عضو شما عیدگردک گفتید، ما با عیدگردک نمیدونم، اما یک دیگر خبر میگیرن روزی عید، همون وقت یک خمکه کارتوفان همراه گرفته میکنن. با این خانه یک عادت خوب دارد که همین کس اشتگی است که خستانش به یک سدکه پر کده میتینده دستش. یک سدکه. کسی دور باشه دو سدکه. اگر همین 10 مایل دور باشه خانه 2 سدکه. این معلومات‌های پیشین است. اکی شوکت در قسمت عشق همین گونه حلواها تهیه میکنن یا که باز اون فرق میکنه؟ کم فرق میکنه. از کدام نظر؟ مثلا رنگش فرق میکنه. من نمیدونم برای چی رنگش این فرشته، لیکن طرف ما وقتی حلوای تر میکنن رنگش کمتر خاکستره زرد میشه، سرخچه است، روشن‌تر است هم خیلی و با فکرم تنوکتر است. درست؟ تنوکتر رو شیرین‌تر میکنن. اما در قسمت دوشنبه و مردم ونکی کوهستان شیرینی بسیار مردم دوست نمی‌دارد و آنها شیرینی معتدل دوست می‌دارند. اما در قسمت سوخت، در قسمت شما واقعا هم حلوای تر خیلی شیرین است، یعنی تا حدی که حتی گلویت بعضا میسوزاند. اکنون من سوال ده از برای من خیلی انانه نگاه داشتن
کجای امریکا برای تاجیکستانی قلای ضمناً هفته گذشته وقتی ما از اوهایو آمدیم در اونجا جمعیت ایرانی ها هم بود و همونجا ما گفتیم که مردم فارسی زبان هر کجای رود وطنش با خودش میبرد با توسط غذا، زبان، فرهنگ. من فکر میکنم که اگر تاجیکان حتی در انتارکتیدا هم زندگی کنند همونجا راهش یافته هوای تر میکنند، چگردک میپزند، باز ایدم جشن میگیرند. از حوصله و هنری همون آدم وابسته است. با آدم یافته دعوت میکنند. بله از حوصله و هنری همون آدم وابسته است. دیگر همه نمود محصولات در همه مغازه پیدا میشه. مثلا در همین کوستکو تمام چیزا برای همه آماده کردن هم چیزا پیدا کردن ممکن است. اکنون بروکلین باز یک آسانیش و خوبیشون است که اینجا مغازه‌های همین روسی و وک بسیار است. ما محصولات مغازه تاجیکی شده است، مغازه مردم ازبکستان شده است، بسیار خوب است. این شده است آسان‌تر است. لیکن اگر در دل خواهشتر زندگی کنی، اگر حوصله باشد، خواهش باشد، امکانیت هست. میگن که شنیدن که بود مانند دیدن. وقتی بچه‌ها فرزندان می‌بینند که همین گونه جمعیت تاجیکو جشن‌ها رو تجلیل می‌کنند، به خانه‌های همدیگر می‌روند، صاحبخانه‌ها یک روز پیش از اینقدر زحمت می‌کشند، تیاری می‌بینند. اگر از یک طرف نگاه کنیم میگه که چی در کار، همه سرکار است، مخصوص در امریکا مثلا کار از پس کارش می‌شود تو اینی که اینقدر خرید می‌کند و بعد از این مثلا اینا بود سرشته کردن در کار. همه همین سبب بسول اون که برای چی پاسخش همون است که برای فرزندا تا اینکه اونا بینن و یاد گیرن. از اونی که با اونا نقل میکنی که برای حفظ فرهنگ. بله از اونی که میگی که ایدرو در تاجیکستان و این خیل جشن میگرفتن، اون ایده جشن گرفتن در کار که باید بینه و بعدا مثل چه که پدر و مادر ما جشن گرفت و ما جشن میگیریم، اونم به فرزنداشون میآموزاند و به میراث میدهند. حفظ فرهنگ و حفظ عنعنه‌ها برای ادامه یافتن نسلی پاکی تاجیکی و از کدام دولتی که نباید نماینده کدام ملتی که نباشه، اگر هویت ملی داشته باشه باید امیر حفظ کنه و از فرزندانمون طلب کنیم که بعد از سری ما همین چیزا ادامه بدیم. امیجان یک سوال همین بسیاری بعضی ها خوب کوشش میکنن که روس شوند، میگن که ابرو سیف شه و روس شده ها یا که روس زده ها میگن. بعضی ها فکر میکنن که شاید بیشتر به فرهنگ عربی تقلید کنند. خب ما هممون مسلمانیم، لیکن اونا مثلا میخوان که باز بیشتر به فرهنگ عربی تقلید کنند. بعضی دیگر میخواد که پورا امریکایی شود. و فکر شما همین آدم میتونه که به هر حال تغییر یابد یا اینکه او همون ریشه خودش تغییر نمییابند؟ کسی که همه خیلی تلاش میکند، اول اینکه اون اندیشه ملی نداره در سرش، بعداً همه فرهنگ‌ها خوبن، فرهنگ عربی خوب است، فرهنگ ایرانی خوب است، فرهنگ پارسی خوب است، فرهنگ روسی خوب است، تنها به نماینده ملت خودش، با اون نفری که از همون ریشه است، با او خوب است. برای ما و شما فرهنگ پارسی، فرهنگ تاجیکی، این چیز باید مهمتر باشه. با اون نفری که تقلید میکنه، او از همون دایره همون تقلیدش بیرون رفتن نمیتونه، چون که از اصل خیش، از ریشه خود، از تبار خود دور که رفتی، همین درخت است، یک ریشه که دورتر اگر سبزی موقتی میسبزد و میخوش کرد. زبان در هر موقع و در هر کشور این هستی هر یک ملت رو معین میکند و زبان تاجیک من فکر میکنم مرز و بوم تاجیکستان اونجاست که در اونجا زبان تاجیکی صدا میدهد. برای همین نگاه داشتن زبان تاجیکی در محیط بسیار تیز و تند زبان‌های گوناگون کشور ابرقدرت آمریکا بسیار کاری مشکل است و این برای ما که ما همچون زادگان تاجیکستان هستیم و با فرزندان خود باید همین میراث رو گذاریم. میراثی که برای اون که هر یک ملت در این کشور من احساس کردم که زیادتر از ملیت خیش، هویت خیش افتخار میکنند. حتی بسیاری ها میگن من در آمریکا تولدم لیکن من ایتالیایی ام، یا که میگن که من فرانسوی ام، یا که من عربی ام، لیکن ملت خود رو، هویت خود رو بازمی که زبان رو هم نمیداند گم نمیکند. لیکن ما باید از دیگران تفاوت‌تر داشته باشیم و هم تاجیکانه باشیم هم تاجیکی حرف زنیم. برای این زهر بود و شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. تشکر زیاد دوستان عزیز. واقعا شما دو فقط
میگویند که در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. هر کجایی که تاجیک ها هستند، هر کجایی که زبان تاجیکی وجود دارد زنده هست، همونجا سرحد ما است. برای همین میخوام که اید رو به همه شما مبارک گویم و با امید آرزوهای نیک، با امید زنده نگه داشتن فرهنگ و مدنیت مردم تاجیک در سراسر دنیا این شام ایدی رو با پایان میرسانیم. خوش باشید. عید مبارک دوستان عزیز و خداوند همه ما و شما را تا عید دیگر صحت، سلامت و در آغوش عزیزان و پیوندان برساند. آمین. الله اکبر. قربان شما. انا با خوراک‌های با لذتی خاندان اکای خدایدار. بویش از بینید، بویش علاقه حجره فرو گرفت. بله. خوش آمده.